همه شب دل ببر از سوی قلم کش بر دیدنی هم خاکی دری کوی قلم کش چون سایه زنم چرخ و پهلوی قلم کش در صفحه رخساره جوی قلم کش بیتی قلمی هست و ابروی قلم کش بیتی قلمی هست و ابروی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش دیدم که لبش چون گل خود رو قلمی بود کرتا قلمی مرغوله مو قلمی بود مجگان قلمی خال خطی او قلمی بود مهرا در آن خم خمی ابرو قلمی بود در سجده شدم بر خمیگه سوی قلم کش در سجده شدم بر خمیگه سوی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش گفتم که قلم کاش به سرسبزی و خوبی از یاد برد قیصه و افسانه توبی کارم شده با میزد ره و پیره روبی گفتا به غم و درد و علم دل به عیوبی امشب غزل گوی تو در توی قلم کش گفتا به غم و درد و علم دل به عیوبی امشب غزل گوی تو در توی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش شبها همه شب دل ببر از سوی قلم کش امشب غزل گوی تو در توی قلم کش تشکر و تماشابینان ارجمند اولا سلام عرض می داریم و طوری که شما پی بردید این ترانه دلاشوب از ایجادیات مردی شریف مردی بزرگ شاعر دراماتورگ استاد لاوریت مکافات دولتی تاجیکستان استاد سفر محمد ایوبی روانشاد صدا دادند و باید بگویم که این ترانه از شمول ترانه های بسیار بلندپایه و بلند مضمونی است که استاد سلسله ترانه ها را در معرکه ها برای بزم های تویانه ایجاد میکردند. من گمان میکنم که یکی از نخستین شاعرانی بودند که به همین رویه اساس گذاشتند. اون کس خود مشاق بودند، خودشون در تئاتر کار کردگی هستند، نینوازی خوب بودند. از این لحاظ ترانه هایشان بسیار دلاشوب میبرآمد و امشب که شام غزل است و مخلصان غزل انا عیب نمیکنن که بگویم شامی سخن است، شامی ساز است، سازی ترانه است، چون به اصطلاح ما درباره ژانر غزل نمیگوییم امشب و در خلق
وقتی که در بزم‌های چهارتنی در بزم‌های حجرگی وقتی که جمع می‌آمدند میگفتن که یک غزل سرایی میکنیم، ولی در اونجا ژانرهای زیاد هم بودن، قصه خوانی هم میکردن، ترانه خوانی هم میکردن. در مجموع این رو شام غزل مینامیدن و غزل سرایی میگفتن. من خوشبخت هستم که آغاز فعالیت هم ژورنالیستی هم قلمکشی خود را با این مرد بزرگ آغاز کرده ایم. ولی پیش از آنه که با این کس آغاز کنیم، با محمد علی ایوبی در شهر باختر امروزه آغاز فعالیت ژورنالیستی خود را سر کرده بودیم. و وقتی که از باختر من به شهر کلاب به روزنامه ولایتی آمدم، الکی استاد ایوبی در اونجا مخبر شده کار میکردند. ولی شناسایی ما با استاد ایوبی سال 1974 آغاز شده بود. انا غایبانه من نخستین شعر بنده هم در سال 1974 در روزنامه ناحیوی مومن آباد با نام سفرمد ایوبی درج شده بود. و همین چیز من که نمیدانستم بسیار آدم ها رو گران کرده است که از اون کس هدیه گرفتن که شعرتون در روزنامه ناحیوی چاپ شده است. بعد چند وقت استودنت شدیم ما، استادان دانشگاه یک سحر همون ماه سپتامبر منو تبریک کردند. بسیار شعری خوبتون چاپ شده است. در کجا؟ در روزنامه ولایتی. گفتم اونجا من شعر ندادم. گفتن چه خیر؟ پسر جانم به مکتب میشتابد. و من گفتم ولی من جوانم، ولی مکتب نمیرم. این شعر الان نیست. چهل است سفرمد ایوبی. و بعد روزنامه رو که دیدم شعری سفرمد ایوبی و عجیب شد، توجه کردیم. من بعد در یکی از بزم‌های نوروزی در دانشگاه که همه وقت چون انانه شاعران رو دعوت میکردن، سفر محمد ایوبی رو هم دعوت کردن. اول اون کسا شعر خواندن، استاد اقنظر غایب، استاد حکیم زاده، اشور سفر، همه شعر خواندند و بعد نوبت به دانشجویان شد. چون ما نو قلم رو هم نام گرفتند و عجیب که همون خیلی سفرمد ایوبی گفته با اعلان کردن من رفتم. همین خیلی با هیجان و شرم و شعر که خواندم، چون همه استودنت بودن، جوانان بودن، دانشجو بودن و در بین دانشجویان ما الکی و شده بودیم. بسیار دستگیری کردند، قرصک ها زیاد زدند. بعد استاد سفر محمد ایوبی از جا خستند و به صحنه برآمدند. گفت که عجیب، گفتن این دو درک اکو من دیدم که بعضی شعرها چاپ میشه سفرمد ایوبی، این واقعا هم همین خیلی نام داشته. من گفتم که بله استاد. بعد همین خیلی آغوش کردن در صحنه و گفتن که من یک تکلیف دارم، از این من بعد این کس با عنوان ایوب زاده نویسند و من با عنوان ایوبی. خب این سال 1975 بود و با هدایت اون کس ما شدیم ایوب زاده، اون کس ایوبی و ما رو دعوت کردند. در همون لحظه اون کس باور میکنید در دیرکتوری یک مرکز سودای شهر کلاب روشن، دیرکتوری روشن بودن. گفتن که من به همونجا بیا. بعد من رفتم کابینتشون، در تهخانه جای نشست داشتن. بعد عجیب گفتن کنی پاسپورت تا نشون ده. خب شهادت نامه پاسپورت را نشان دادیم و خودشون هم پاسپورتشون رو نشان دادن. در اونجا نوشتگی نامهای دوره شوروی ایوب سفرمد از اون کس، از من نوشتگی ایوب سفر احمد، دو حرف فرق میکردیم. گفتن خیلی دوداری من بوده نباشد، این خیلی باشد. بعد سفارش دادن که در فلان موضوع ها خلاص همکاری ایجادی ما با این کس آغاز یافت و به حکم تقدیر ما بعد دانشگاه رفتیم به ولایت سابق قرآن تپه و با محمد علی جان همکاری ها کردیم. با تئاتر پیوسته همکاری داشتیم و در این موضوع ها می نوشتیم و با حکم تقدیر برگشتیم اومدیم که سال 1981 استاد ایوبی الکی در روزنامه کار میکنن. و برای من همین چیز عجیب بود که انسانی که در اون وقت با یک وظیفه بسیار
бо шукӯҳи директори як фурӯшгоҳи марказӣ муҳаббаташ ба адабиёту ба сухан ин қадар баланд буд ки ҳамаро гузошта омада ходими хурди адабӣ дар рӯзномаи вилоятӣ ба кор оғоз карданд. ин ман гумон мекунам ки ҳамон чизе буд ки онҳо дар дилашон ҳис карданд, гуфтанд ки роҳи ман бояд ин бошад. ва қиссаҳо бисёр аст. ман мехоҳам ки боз як тарона шунавем. آدمی بدنفس را نانی دهانش میکشد آدمی بدنفس را نانی دهانش میکشد شخصی بد گفتار را زهری زبانش میکشد شوق شوری نوجوانی را پیشرد مبر شوق شور نوجوانی را پیشرد مبر به ادب را جنبشی خونی جوانش میکشد به ادب را جنبشی خونی جوانش میکشد کودکانش را اگر ناموس آداب پدر عاقبت ناآدمی کودکانش میکشد کودکانش را اگر ناموس آداب عاقبت ناآدمی کودکانش میکشد میبری با خود کمان از تیران اندیشه کن شخصی به اندیشه را تیر کمانش میکشد مردی به اندیشه را تیر کمانش میکشد آدمی بدنفس را نانی دهانش میکشد شخصی بد گفتار را زهری زبانش میکشد شخصی بد گفتار
کسی به اندیشه را تیر کمانش میکشد یاری. سلامت باشید محمد علی جان. واقعا هم یک غزل بسیار ناب شنیدیم ما و باید بگویم که استاد ایوبی چندین غزل ها دارند در همین موضوع های پند و حکمت و حکمت های عالی هم میگویند به درجه بزرگان کلاسیکمون. و من به طریق مثال میتونم بگویم که چندین غزل اون کس یا به درد و کلفتی سهل و گران شکرانه باید کرد، به هر پست و بلندی زمان شکرانه باید کرد که مطلع از این آغاز می شود. همچنین مشکل اگر پیش آمد می آید خدا را یاد کن، تا گره از جهل بگشاید خدا را یاد کن. آشنایی با وفا را خوار کردن خوب نیست. از قبیل چندین غزل های هستند که در میان مردم الکه بسیار شهرت دارند. در کجای تاجیکستان روید همین غزل ها را هنرمندان بسیار والا و سخندان میخوانند. یعنی یک سلسله غزل های دارند که الکه مردمی شدند. استاد ایوبی واقعا هم طبع بسیار روان داشتند و این غزل خواندن به ادب را جنبش خونی جوانش میکشد. من همون جوانی به خاطر آوردم که بار اول وقتی که آمدیم به همین روزنامه راه لنینی ولایتی، اون کس یک شارح میماندن در روزنامه ها، شارح ماندن خواندم که شارح همین خیلی آدمی بود که یک هفته اینه روزنامه ها رو تحلیل میکرد. بعد در همون هفته یک آچر که بسیار بزرگی استاد ایوبی چاپ شده بود. خب ما بعضی ایرادا گرفتیم، همین کمتر قیصری کردیم. خیلی من این کلکتیو که نمیدونستیم در کلاب علکه، لیکن در قرآن طیفه وقتی که ما با هم دیگر ایراد میگرفتیم بسیار شاد میشدیم از یک دیگر. ایراد گرفتیم به همون آچرک و دیدم که استاد ایوبی از من رنجیده. چند وقت رنجیدن. بعد من در آمدم در حجره کاریشون، گفتم برادر خودت از من رنجیدی. ما اگر کمبودی یکدیگر رو در قرآن طیفه در همین باختر امروزه میگفتیم، از یکدیگر شاد میشدیم، مینتدار میشدیم. من محنت کرده آچر که شما خواندم، خیلی بعضی چیزا گفتم. بگو داداری عزیز، بعضا گفت چی علاج که ما یکدیگر رو تحلیل نمیکنیم، درباره یکدیگر شعر یکدیگر حکایه یکدیگر گپ نمیزنیم، ولی اگر کسی رو تنقید کرد گویا که بسیار اون آدم بسیار پست میشد. بعضا گفت میشد که در بالای شما میبرویند، برای شهرت خود وای میکنند. ولی من بسیار خجالت شدم، نمیدونم. بعد آوازم خسته، شاید گریان شده بودم در همین لحظه ها. گفتم چرا این خیلی این برای بهبودی کار است، برای بهبودی ادبیات است. همین خیلی صمیمانه آغوش کشیدن من، گفتن که دادر عزیز حالی میفهمی. خب بعد چیزی که نوشته بودن آوردن، یک قصه درباره ایوب عیسی، درباره پدرشون یک پوست نوشته بودن. بعد چنان آوردن که منم خواندم، باور کنید چنان سرمحصول بودن که نمیدونستی که کی اون چیزا رو می نویسن. برای خواندنشون وقت کم، برای خواننده ممکن که مشکلی میکشید. خب ما با همون عقل جوانیمون شاید یک چیز رو گویم که استاد ایوبی واقعا که در آغاز اون کس همین استای تلویزیون و رادیو ختم کردگی بودن، یک هنرگاه تمام کرده بودن. بعد اون با کارهای تئاتر و این کار نکردن، جلب شدگی بودن. یعنی که پایدیواری ادبی و بدیعی حرفه‌ای نداشتن، یعنی که استاد نداشتن. استادی که مثلا همون بعد در اون دوره خط فارسی کم می‌آموزاندند و اگر شاعر خط فارسی نداند بسیار در بعضی جاها نازکی هست که باید بداند که
همون واو میگیرد یا نمیگیرد و یش کوتاه است دراز است. بعضا ایرادهای همین خیلی بعد گفتن که دادر عزیز التماس همه چیزی منو میخوانی. من گفتم که معلش. خب با یک محبت ما در اینجا زیادتر شد و همون سال 81 بود که دوشنبه بسیار میرفتن و میامدن، بسیار میامدن و میرفتن. تشویشی چاپ اولین کتابشون بود. باور میکنید اون کس همین استاد بازار صابی را انتخاب کردن، پیش همون کس فقط میرفتن. این استاد بازار صابی را انتخاب کردن این خودش یک جرأت بسیار بلند است که برای پیش استاد بازار صابی یا که پیش استاد لایق شیرالی رفتن هر شاعر جرأت نمیکرد، چون که اینا بسیار سختگیر بودن و این کس مهنت دوست که بودن هر طلبی که اون کس میکردن اجرا میکردن. یک هفته نه، 2 هفته نه، 3 هفته نه، همین رفتنشون بسیار شد. بعد یک وقت بینم که یک کتی قد میشونده آوردن در تابستان در همون حولی ریدکس ماندند اداره روزنامه. گفتم چی آوردی به اکا؟ گفت که اکنون کتاب جنبست کردن در کار، ارادای استاد گرفتن در کار. یک هفته پررش، شب هم همونجا، روز هم همونجا کار کردن، کتاب بود کردن، بردن گذراندن، با کتاب برگشتن به کلاب. کتاب نخستینشان سالی 1981 با عنوان گلی گندم مژده بسیار عالی بود و بسیار شعرهای دلپذیر بلند چاپ شد در همین سال 1981. خب این ما بسیار خوش قبول کردیم و استاد از همون نخستین کتاب الکی زود در جمهوری به حیث یک شاعری توانا شناخته شدن. رفت آمدشون بیشتر شد به مرکز و الکی بعد بسیار شناخته شدن. ایجادیات ما من بعد با هم آمیزش میافت. خب قصه های دیگر هم هست، میخوام که یک ترانه دیگر را گوش کنیم. آشنای را به پیشین آشنایان کم مزن، عیبی خود را پرس و از عیبی دیگرها دم مزن. عیبی خود را پرس و از عیبی دیگرها دم مزن. رودبار شوکی از تو بهره یابد گلشنه، رودبار شوکی از تو بهره یابد گلشنه. همچو سیلی آورده بار یارانم مزن. همچو سیلی آورده بار یارانم مزن. از برای ناتوانی تنه بر آدم مزن. از برای ناتوانی تنه بر آدم مزن.
میرسد روزی که دشمن میشود مهمان تو میرسد روزی که دشمن میشود مهمان تو هرچی داری پیش آرو لاف از خاتم مزن قدر یاران را بدان با رفیقی بد نرو قدر یاران را بدان با رفیقی بد مرو دوستی را با رفیقی با وفا برهم مزن دوستی را با رفیقی با وفا برهم مزن همچنانی خوشه ها خم شو میومی پیش دوست همچنانی خوشه ها خم شو میومی پیش دوست آمدی سری قدت رو پیشی نوکس هم مزن آمدی سری قدت رو پیشی نوکس هم مزن آفرین بسیار تشکر محمد علی جان و طوری که بیننده عزیز گوش کردند استاد ایوبی از زمین خیلی ترانه ها غزل ها نهایت زیاد دارن و طوری که گفتیم بسیار این غزل ها مردمی شدن البته در بسیار گوشه و کنار تاجیکستان این غزل ها رو میخوانند و این از استعداد فوق العاده این مرد بزرگ در رگ میدهد با یک استعداد بسیار فوق العاده داشتن که من در هیچ ایجادکار مشاهده نکردم یک نیروی الهوایی داشتن وقتی که یگان الهام یگان کار را سر کردن میخواستند همون نیرو اون کس یار میشد مثلا به حیث یک روزنامه‌نگار اگر میگفتن که پگاه یک صفحه در فلان موضوع واچر در کار سحر تیار بود شب همون نیرو اون کس نگاه می‌داشتن یا اینکه من شاهد هستم که همین صحنه‌چه‌های یک پردگی دو پردگی رو در یک شب می‌نوشتن یک اثر صحنوی رو در یک شب می‌نوشتن و دایر به تصادف‌های همنامی ما خاطره‌ها زیادن یک وقت من در آغاز صحبت گفتم که اون کس از یک هنرگاه تمام کردند به حیث استادی تلویزیون و رادیو و برادر بزرگی من هم همسال اون کس بودند با اون کس آشنایی داشتم وقتی که این کس بر طرف سخن آمدن و کارهای ایجادی را گرفتند همون شهادتنامه استاد رادیو تلویزیونشون به برادر من دادن گفتن که خدا تمام بود اینا گرفته این کس استادی که میکردن و حجت نداشتن همین تصدیق کردن من وقتی که در کرانتپک کار میکردم بعد برادرم خبرگیری اومدن بعد من بالا استولم دارم تلفنی که اداروی تلفن اداروی و من نوشتم نه اون قدر رقم ها رو زیاد نمیدانستم ولی میدونم که تلفنی رقمی 5221 اون وقت 4 رقمه بودن تلفن ها 5221 همین لحظه برادرم آمدند و منم هر دعوت کردم اونجا رفته بیام که نیستن البته برادرمو در بالای استول نوشتن که 5221 سفرمد من حیران شدم او طرف گشتم آمدم گفتم اکا من این تلفن من خودم از یاد کردم که 5221 یک جا نوشتی گفت این تلفن تو نه این تلفن اون سفرمده این تصادف رو ببینید که عجیب و همین خیلی انا نوکک همین یک معرکه برای فرزندام کرده بودم اون وقت که این تنظیما نبود
معرکه هم خاکسارانه بسیار شاعرها برآمد کردگیانو خودم نمیشناسم 20 سال پیش این معرکه گذشتگی بود چنان با ایوبی مانندم که خودم نشناختم و همین ماننده یک سبب شد یک معرکه دیگر در همین دوشنبه با اشتراک هر دوی ما میگذشت رفتیم حافظای زیاد جمع شدگی بودن که ینگه یادینما همسر اون کس از پیش بر اومدن در همون تالا رو گفت که سفرمد روز میدی یا نمیدی گفتم ینگه چیگر شد میبخشه گفت که آخی همین نبیره هم آمدن سهری گفتن که بابام بر اومد کده آخی ایوبی در خانه بود بر اومد نکده همین تخدد که در تلویزیون بر اومد میکنی نبیره ها هدیه میگیرن که بابام بر اومد کرد یعنی که همین مانندی ها عجیب تصادفان بیگ نظر احمد گفتنی یک کتاب شناسی سابق کتابخانه فردوسی کار میکردن دیدن منو گفتن اینجا بیا بعد گرفته کشیده همین کتابخانه فردوسی در آوردن گفتن که من یک فهرست تیار کردم یک کتاب بیا همین یک تقدیم کنم شما دا خیر رفتیم که یک کتاب درباره ادیبان خطلان زمین خیلی فهرست اکون معناش که همین نام کتاباتون است در اوجه و نام خودتون و ترجمه حالتون و بیبلیوگرافی و خیلی کتابخانه شناسی خیر احمد گفته گرفتیم بعد چشم دواندم که 1 2 3 4 5 کتابی من به نام استاد گذاشته است کتاب ها از من هم ولی در ترجمه حالی اون کس رفته بعد اشاره کردم گاه وقتی که با هم میشتیم میگفت که با هر صورت همین ما رو فرق نمیکنن همین شعری خطای ما میگن من میگفتم که یکان بار ایراد شنیده که چقدر شعری پس نوشتم ما یگان چی میگفت که نیو خیلی 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 بعد محزون کردیم و تخلص گرفتیم به هر صورت بعد این دیدم که این کتاب در این کتاب 5 کتابی من به نام اون کس رفته کتاب گرفته انا حجره کاریشان رفتم حکومت شهر شنبه گفتم اکا خودت همین دایی میگویی که ما رو فرق نمیکنم یک گپ دارم گفت چی گپ گفتم که همین ادبیاتی غنیم و بایم و اون قدر بزرگانی دارن که من میدونم که نام خودت میماند و انا شاید نام من گویان که در فلان عصر همین یک همنام داشت است همین بزرگوار همین خیلی ما نگفتم شوخی کردم بعد گفت چخیر من گفتم این کتاب ببینید 5 کتاب من در نام شما رفته است خندیدن و دل بسیار پاک و به آلایش و همین خیلی انسانگریشون به درجه عالی بلند بود بسنده است که ما به تماشابینان چیزی داده باشیم رفتاری آنها مناسبت آنها ایجاد آنها شخصیت آنها یاد آوردن شخصیت آنها کفایه است که ما چیزی به تماشابینمان داده باشیم گمان میکنم که این نمایش اولین و آخرین نباشد درباره سفر محمد ایوبی انسانی بسیار بزرگ ایجادکار و بسیار خدمت نشان داده باور کنید برای ادبیات همین عصر 21 تا مردنشان برای وطن چنان زیاد ایجاد کردند که خدمتشان با یک صحبت 2 صحبت بود نمیشود انشالله امید داریم که تلویزیون سفینه باز سر این موضوع برمیگردند و ادبیات شناسان و حافظان دیگر رو دعوت میکنند تا اینکه از خدمت‌هایشان گفته باشند یادآور میشیم که صحبت ما اطراف حیات و ایجادیات استاد سفر محمد ایوبی بود قسمت اول این نمایش در همینجا انجام می‌یابد و باقی با شما خیر خوش نمیکنیم و انشاءالله دیدار خواهیم دید دستی را از شاه خسارانی تو آموختم وطن هم دستی را از شاه خسارانی تو
سری تازیم رو از خود شهیدانی تو مختار سری تازیم رو از خود شهیدانی تو مختار مقیمی بودن و از سین نی خود گردادن رو مقیمی بودن و از سین نی خود گردادن رو و مثلی کسار از کسارانی تو مختار و مثلی کسار از کسارانی تو ایمان صداقت شها دارد به خاکی تو صداقت مندی را از من دیده خالی تو مختم سر و پایم تبسمه شود در و بروی دوست تبسم را من از گلهای خندانی تو مختم تبسم را من از گلهای خندانی تو اگر چی رنگ و بارت را تجسم کردم در شعر تجسم را من از فصلی بهارانی تو مختم تجسم را من از فصلی بهارانی تو مختم تو گویی خامم من قاری مرغانی غزل خانه است سرودن را من از ایلهام مرغانی تو مختم تو گویی خامم من قاری مرغانی غزل خانه است سرودن را من از ایلهام مرغانی تو مختم وطن هم دستی را از شاه افسارانی تو مختم سری تعظیم را از خود شهیدانی تو مختم سری تعظیم را از خود شهیدانی